5 سال جنگ و 6 سال رهبری و پسوند حرکت حزبیش هم اسلام. اما نتیجه چه؟ مهمانم سیاستگر است که به تازگی در فهرست نشر شده دانشگاه جورج تاون آمریکا جزء از 500 مسلمان با نفوذ جهان شمرده شدند. او تاریخ نچندان دور تاجیکستان پس از شوروی را با خود به همراه دارد و بخشی از تاریخ جنگ و صلح این کشور شمرده می شود. و اکنون نیز پس از گذشت 6 سال رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده دارد. حزبی که در کارنامه‌اش هم جنگ دارد و هم صلح. صلحی که گهگاه الگویی برای کشورهای دیگر خوانده می شود. اما پرسش‌های اصلی چه درس‌هایی می‌توان از جنگ و صلح تاجیکستان آموخت؟ آیا هنوز هم تندروی اسلامی چالش جدی در کشورش شمرده می‌شود؟ در نهایت با این پسوند اسلامی حزبش چه تفاوت را میان نهضت اسلامی تاجیکستان، طالبان یا حزب اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی ازبکستان می‌توان تصور کرد؟ محی‌الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان با من مسلم شیرزاد در پرسپال کنونی. آقای کبیری به پرسپال خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. چطور ممکن شد پس از 5 سال جنگ داخلی و توافق دست بیابند که باعث تعمیم صلح در تاجیکستان شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چند عامل تاثیر داشتند. یکی اینکه جنگ تاجیکستان از اول جنگ تحمیلی بود و از اون روزی که خارجی‌ها دست خود را از بالای تاجیکستان برداشتند و تقریبا به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ به نفع ایشان هم نیست، روند صلح تاجیکان شروع شد و باید گفت که نقش کلیدی را در اینجا جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و روسیه داشتند که در توافق با هم توانستند طرف‌های درگیر تاجیکستان را پس میز مذاکرات بشینانند و دستاوردهای خوبی هم داشتیم. عامل دیگر این بود که خود مردم تاجیک که از اول هیچ اصلا جنگ رو نمیخواستند و این جنگ واقعا یک جنگ تحمیلی بود. خوشبختی ما در این بود که هر دو طرف، هم طرف دولت که آقای رحمان در رأس ایشان بود و هم طرف اپوزیسیون که شخصیت به مثل استاد سید عبدالله نوری رهبری این حرکت را به عهده داشتند، یک شخصیت واقعا ملی بودند و دیدگاهشون خیلی معتدل و خواستار این صلح و همدیگر فهمی بودند و تاثیر زیادی هم بالای این روند گذاشتند. اگر نظر شخصی من این است که اگر کسی دیگر به جای این دو نفر می بود در رأس طرف ها به صلح رسیدن در تاجیکستان کاری خیلی دشوارتر و سنگین‌تر می بود. اما آیا فکر میکنید پس از گذشت نزدیک به 2 دهه صلح دستیابیش به تاجیکستان میتونه در واقع الگویی باشه برای کشورهای دیگر، به ویژه کشور مثل افغانستان؟ خود صلح، روند مذاکرات و یک مرحله کوتاه پس از صلح واقعا میتونه یک الگو باشد. ما در سطح جهانی نداریم جای دیگری رو که به این آسانی تونسته باشند طرف‌های درگیر به یک صلح برسند. ما نقطه‌های داغ زیادی رو داریم در افریقا، در آسیا، در حتی در اروپا هم که نتونستند با این زودی صلح را عملی کنند. ولی ما باید این مرحله خود مذاکرات و صلح را از مرحله بعد از صلح جدا کنیم. متاسفانه نه همه اون آرمان‌ها و خواسته‌های ملت تاجیک که در سندهای امضا شده بین طرفین جا داشتند توانستیم اونها را عملی کنیم و بیشترش برمیگردد به تراجعی که از طرف حکومت تاجیکستان تاجیک از آرمان‌های صلح، یعنی یک بازگشت به عقب بود و ما تقریبا همگان به این اتفاق رسیدیم که تاجیکستان باید یک دولت دموکراتیک باشد، گوناگون اندیش باشد و انتخابات ها و رأی مردم وسیله اساسی یا معیار اساسی محبوبیت این یا آن نیروی سیاسی باشد. ولی متاسفانه نتونستیم در این سالهای بعد از صلح حتی یک انتخابات دموکراتیک و شفاف هم برگزار کنیم که کاملا مخالف به آرمان ها و به نشاندادهای سندهای صلح ما هست. بزرگترین دستاورد صلح ما و اون هم که میتواند الگو باشد این همون استقرار ثبات است در کشور. ولی ثبات با کدام قیمت؟ با قیمتی از دست دادن آزادی ها و محدود کردن آزادی های مردم تقریبا در یک حالت گرفتارند که باید بین دو انتخاب کنند، یا ثبات یا آزادی. متاسفانه نه تنها در تاجیکستان، در کل منطقه نتونستند دولت ها آزادی را با ثبات همراه با مردمشون ارمغان بدن. یعنی به این معنا که شما اون تلاش‌هایی که دست کم در آغاز ترسیم می‌کردین برای رسیدن به ثبات و بعدش هم به آزادی‌ها ناکام بودین. ما در رسیدن به صلح کامیاب بودیم ولی در تطبیق این آرمان‌ها واقعا ناکام بودیم. نه تنها نهضت یا طرف اپوزیسیون، من فکر می‌کنم که این باخت کل نخبگان تاجیکستان بود. بله، حالا یک سوال هست که زمانی که شما میگن که بر رسیدن به اون آزادی‌هایی که نیاز بود پس از رسیدن به صلح ناکام بودن، چه امیدواری وجود داره که اگر شما بر اساس احتمال قدرت را به دست بگیرین باز هم نتونین
در واقع اون چیزی را که در ذهن دارن عملی بسازن؟ نهضت برای نظر است که هیچ نیروی نمیتونه در یک کشور دموکراتیک به تنهایی قدرت رو در دست داشته باشد. حتما مشارکت دیگر نیروها حتمی هست. نهضت اسلامی تاجیکستان مطمئن است که اگر در قدرت شریک باشد، چه به حیث نیروی پیشبر یا یکی از مشارکین قدرت، میتواند نه تنها اون قسمت آرمان‌هایی که در سندهای صلح ثبت شده بود اونها را عملی کند، بلکه بیشتر از آن و بتوانیم به یک جامعه واقعا دموکراتیک، آزاد و گوناگون برسیم در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی که ما تلاشمان طول این همه سال‌ها این بود که این یک سینتز یا آمیختگی بین ارزش‌های ملی، مذهبی و عمومی بشری رو در تاجیکستان داشته باشیم که نهضت با راهکارهای خودش تا حد اثبات کرد و توانست به مردم نشان بدهد که امکانیت سازش دادن این همه ارزش‌ها در یک کشور حتی در کل منطقه هم وجود دارد. این که اسلامی و ملی میگن یعنی در واقع نوع نگاهتون نسبت به آینده، نسبت به حکومت‌های آینده ترسیم میکنن. اسلامی و ملی در ساختار یک حکومت سکولار یا هم چیز دیگه؟ بله، ما بالاخره قانون اساسی داریم که تاجیکستان یک دولت سکولار هست. ولی چی نوع از سکولاریسم؟ آیا سکولاریسمی که معروف در اروپا است که یک همزیستی و تعایش خیلی خوبی دین و دولت هست، یا سکولاریسمی که برداشته از افکار اتئیستی یا به خدایی که از زمان شوروی باقی مانده است؟ متاسفانه در کشور ما و در منطقه آسیا مرکزی مفهوم سکولاریسم بیشتر نزدیک به اندیشه‌های اتئیستی یا به خدایی زمان شوروی است، نه اون سکولاریسمی که در کشورهای اروپایی و پیشرفته جا دارد. یعنی جدای دین و سیاست؟ نه تنها جدای دین و سیاست، باید مرزبندی داوطلبانه از هر دو طرف باشد. دولت مرز خود را بشناسد، همچنین که دین. و گاهی میشود که دین داوطلبانه عقب نشینی میکند، جای را خالی میکند برای دولت و گروه‌های دیگر. و شما موافقی نظر؟ چرا نه؟ ما وقتی ببینیم که ببینید بعضا عقب نشینی به نفع خود دین هست. یعنی ضرورت نداره که دین در همه مسائل دخالت داشته باشد. البته نظارت کلی از طرف جامعه دینی لازم است، ضرور است در مسائل اخلاقی، خانوادگی و غیره. ولی نباید دین در همه کلی مسائل جلو برد و دخالت کند، بخصوص در اون بخشی که مسئولیت اولینش نیست، مثل اقتصاد، مثل بازار، انتخابات ها و دیگر و دیگر. اما با پوزش شما میفهمین که زمانی که در هر مسئله به ویژه مسائل اقتصادی را هم مطرح میکنید، اینجا شما هم هستن موافق هستن تداخل دین ده و میگن که باید اصل مسائل دینی باشه؟ ببینید وقتی ما درباره اقتصاد یا بازار صحبت میکنیم باید اخلاق اسلامی در اونجا وجود داشته باشد. اخلاق اسلامی یا سیستم اسلامی؟ نه، اخلاق اسلامی. تنها اخلاق؟ فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی، چون دین خودش اخلاق است. شما اگر بگید که نه دین باید یک سیستمی باشد که بر مبنای اسلام، که مثلا اگر نفری میخواد که وارد بازار بشد حتما اجازتی از آخوند یا داملای بگیرد که این دیگر نه به نفع اسلام هست نه به نفع بازار. وقتی که ما درباره اخلاق، وجود اخلاق اسلامی در بازار، در اقتصاد میگیم، باید اون طرف هر کدامش بداند که در برابر قانون که مناسبت‌های بازار رو تنظیم میکند یک مسائل اخلاقی اسلامی هست که اون در هیچ قانونی نوشته نمیشد، مثل ربا، از بین بردن ربا و سود نخوردن به غیر حق و دیگر و دیگر. بنابراین ما اینجا مرزها رو باید داوطلبانه هم دین و هم دولت ترسیم کنند و تلاش کنند که رعایت کرده باشند. ولی متاسفانه ببینید در یک بخشی از عالم اسلام، بخصوص در یک زمانی از تاریخ افغانستان، گروه آمدن که با نام دین خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کردند و این تأثیر خیلی منفی بالای نه تنها ذهنیت مردم افغانستان بلکه کل منطقه گذاشت. همزمان در بخش دیگری از منطقه در کشورهای آسیای مرکزی گروه دیگری با نام سکولاریسم آمدند، دیدگاه خود را بالای مردم تحمیل کردند که ما آن را در صحبت قبلی هم همچون سکولاریسم طالبانی معرفی کرده بودیم. آقای کبیری، یک نکته که هر از گاه جلب توجه میکنه خود در واقع تفاوت رهبری است که شما در 6 سال گذشته نهضت اسلامی تاجیکستان رهبری میکنین. میشه بگوین که با چه تفاوت‌هایی از رهبر فقید نهضت اسلامی تاجیکستان شما این حزب رهبری میکنین؟ هیچ تفاوتی رو بنده نمیبینم، چون من در مکتب فکری استادان مرحوم سید عبدالله نوری و محمد شریف همت‌زاده تربیت یافتم و این سیاست‌هایی که الان ما دنباله‌گیری میکنیم عیناً ادامه اون سیاست‌ها است و کاملا اگر استاد نوری مرحوم در این زمان می بودن، نظر شخصی من این است که عیناً همین سیاست‌ها رو دنباله‌گیری می‌کردن و بهتر و خوبتر هم، چون ما شاگرد ایشون هستیم. شاید با نظر داشت وضعیتی که الان ما در منطقه و کشور داریم یک تغییرات‌های در روی کرد با وجود آمده است. بعضی فکر میکنن که یک تفاوت بین رهبری ما
با استادانمون هست، ولی در جوهر در باطن هیچ تفاوتی رو نمیبینیم، چون که استادان واقعا هم از خود یک سیاست‌های خیلی معتدلانه و وسطی رو نشان میدادن و این رو نه تنها در شخصیت ما بلکه در کل سطح‌های گوناگون نهضت و حرکت اسلامی هم. اما گهگاه شما متهم به حرکات‌های تندروانه به ویژه حرکات‌های ضد دولتی میشین. ببینید وضعیت ما اینجوری است که یک گروه از تندروان دینی ما رو متهم به اون میکنن که از حد بیش معتدل هستیم و نزدیک به اندیشه‌های لیبرالی و ملی هستیم، نه اسلامی. از طرف دیگر خود تندروان سکولاریستایی که در منطقه هستند ما رو متهم به نزدیک بودن به اندیشه‌های اسلامی میدونن، چون بالاخره اسلام در نام ما هست، در هویت ما هست و ما مجبور هستیم که این وضعیت رو تحمل کنیم. این رسالت خیلی سنگین هست که در دو جبهه باید که تلاش کنیم، یکی مقابله با تندگرایان مذهبی، دیگری مقابله با تندگرایان سکولاریستی. تندگرایان سکولاریستی هدفتان دولت هست؟ نه تنها دولت، ما در جامعه ها. اما زمانی که شما متهم میشین و حتی سال پار را میخوایم براتون مثال بزنم، دادسانی کل تاجیکستان رئیس بخش محلی حزب شما را در خاروق و تاجیکستان با مقاومت با نیروهای دولتی متهم کرد و بعدش هم یک فهرست ارائه کرد که چند مورد نشان میداد و شما را متهم میکرد به حرکت‌های تندروانه اسلامی. ببینید بعضی مسئولین در دولت تاجیکستان منفی‌دار هستند که از نهضت اسلامی تاجیکستان یک چهره خشن بتراشند و خود را معرفی کنند در جامعه جهانی که یک نیروی مبارز با تندگرایی هستند و این دلیل قوی هست برایشان، برای حضورشون و وجودشون با این اسلوب‌هایی که کشور رو مدیریت میکنن. مثلا میگن که خب درست است که ما چندان دموکراتی خوب نیستیم، ولی بدیل ما، الटरनेटिव ما این تندگرایان اسلامی هستند و تلاش هم میکنن که از ما یک چهره خشن که چنین نیست فکر میکنن. نه تنها چنین، اصلا کسی به این باور نداره، چون نهضت اسلامی تاجیکستان در این 2 سال اخیر واقعا از خود سیاست‌های را عملی کرد که هیچ کس دیگر نمیتونه نهضت ما رو به تندگرایی متهم کند. ببینید بار اول در تاریخ تاجیکستان وقتی که ببینید حجاب رو منع کردن در دانشگاه ها، وقتی که رفتن خانم ها رو به مساجد منع کردن، رفتن جوانان تا سن 18 را به مساجد منع کردن، نهضت اسلامی تاجیکستان قاطعانه اعتراض کرد ولی هیچگاه ما مردم رو به خیابان ها دعوت نکردیم و بار اول هم در تاریخ حرکت های اسلامی جهانی کاندید رئیس جمهور یک خانم سکولار معرفی شد از طرف نهضت اسلامی تاجیکستان. این همه بیانگر اون است که اون افسانه هایی که درباره نهضت میخوان درست کنن از طرف بعضی دوستان اینها ناکام خواهند شد. حالا آقای کبیری بیاین از تاجیکستان وارد افغانستان شویم. شما پیشتر از این هم یاد کردن از نقش دولت استاد ربانی بر رسیدن به صلح در تاجیکستان. اما یک سوال هست که ممکن شما هم گهگاهی از خود پرسیده باشین و وضعیت در افغانستان هم دنبال کرده باشین. چرا با وجودی که افغان ها تانستن نقش بازی بکنن بر رسیدن به ثبات در تاجیکستان، اما در افغانستان جنگ پس از جنگ؟ ببینید اولا که برای حکومت استاد ربانی و کل نیروهای افغانستان داشتن یک همسایه باثبات مثل تاجیکستان خیلی مهم بود و آنها تمام تلاش خود را کردند که جنگ در تاجیکستان قطع بشد. این به قطع جنگ در تاجیکستان به نفع افغانستان بود و همچنین یک پشتیبانی نظامی و سیاسی محسوب میشد که خدا را شکر به این موفق شدند. ولی چرا نتونستن در خود افغانستان این نمونه را یا این الگو را عملی کنند؟ اینجا عیناً همون عامل اولی که ما در شروع صحبت گفتیم که در تاجیکستان طرف‌های خارجی به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ به نفع ایشان نیست، ولی در افغانستان هنوز هم دسته‌های خارجی، نیروهای بزرگ منطقه‌ای به این نتیجه نرسیدن که قطع جنگ به نفع ایشان هم هست و تلاش میکنن که جنگ در افغانستان و این برخوردهای خشن وجود داشته باشد. ما ببینید اینجا اگر دو عامل با هم نزدیک باشن، هم اراده داخلی رهبران افغانستان که هست، من شکی ندارم که همه‌شون میخوان که یک افغانستانی باثبات و آرام داشته باشن و هم همسایه کشورهای با نفوذ و نیروهای پرقدرت جهانی اگر به این نتیجه برسن که در افغانستان جنگ نباشد، ما حتما به این روز خواهیم یعنی به این نتیجه تا هنوز نرسیدن. به این نتیجه تا هنوز متأسفانه نرسیدن. در کنار از این زمانی که دست کم میاییم از صلح تاجیکستان بدون در نظر داشت اون در واقع بدترش رسیدن به صلح صحبت میکنیم، یک سوال همیشه در ذهن خطور میکنه که چه درس‌هایی را میشه از او آموخت به ویژه برای وضعیت کنونی افغانستان؟ ببینید وقتی که طرفای تاجیکستان به خصوص استاد نوری و امام علی رحمان
به این نتیجه رسیدن که باید جنگ قطع کرده شود. از هر دو طرف گذشته خیلی بزرگ بود و آسان نبود برای رحمان یا برای استاد نوری قماندانهای خود را آرام کردند. یعنی اینجا واقعا باید اعتراف کردین زحمت ایشون رو. در افغانستان اگر واقعا ما میخوایم که یک الگوبرداری از صلح تاجیکان کنیم، باید پیش از همه رهبران تمام نیروهای سیاسی افغانستان و رهبران مذهبی آماده باشند که یک قسمی از آرمان‌ها و خواسته‌های خود را کنار بگذارند. این نمیشه شما سر میز مذاکرات بشینید میخواید درباره صلح صحبت کنید و همزمان 100% یا 80% خواسته‌های خود را میخواید عملی کنید. این ناشدنی است. یعنی شما حداقل آماده باشید اگر 55% خواسته ها و آرمان های خود را عملی کرده تونستید، این بزرگترین دستاورد شماست. ولی اگر 50 یا 45 هم که به دست آوردید، این باخت نیست. بالاخره ملت شما برد خواهد کرد. اگر این وضعیت در افغانستان باشد، میتونه از صلح تاجیکان الگو گرفت. آقای کبیری، این سوال هم میخوایم مشخصا جواب بدن. شما زمانی که میاین راهتون را جدا میسازن از حرکت های تندروانه و پیشتر هم شما برای اشاره کردن، ما میخوایم نگاه مشخصتون را نسبت به نوع نگاه و تفسیری که حرکت‌های مثل طالبان، حزب اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی ازبکستان انجام میتن بفهمم، یا مشخصاً بخوایم بفهمم که این گونه حرکت‌ها را که بیشتر پیوند میتن با اسلام را شما چگونه میبینید؟ ببینید، هر نیرویی که خشونت را و زوراوری را یگانه وسیله مبارزه میداند برای رسیدن به هدف، ما آنها را قبول نداریم و اینها چنین میکنن به باور شما. و ببینید، ما الان من متخصصین گروه ها نیستم بخصوص در افغانستان، ولی متاسفانه اما شما وضعیت را میبینید دیگه. بله میبینم و متاسفانه اینها بیشتر دنبال وسیله های خشن هستند، حالا که در خود افغانستان و منطقه میتونستن از دیگر وسیله هم استفاده برند، مثلا از مذاکرات هم دیگر فهمی که تا به امروز اینها از این وسیله استفاده نکردن. ولی بیا طرف دیگری مسئله رو هم ببینیم که چی مسائل، چی عامل ها وادار کرده است که نه تنها این گروه هایی که شما ذکر کردید، بلکه یک ایده از جوانان منطقه اینا هم رفتن دنبال این نیروهای تندگرا و به اصطلاح تروریستی. چه عامل وادار میکند که یک جوانی مسلمان از تاجیکستان، از ازبکستان، از ترکمنستان بیا در وزیرستان پاکستان یا در مناطق جنوبی افغانستان بجنگد یا حتی برد سوریه؟ این تنها دین نیست دیگر، این مسائل سیاسی است، اقتصادی است، اجتماعی است. این محدود کردن آزادی های فردی هست که متاسفانه دولت ها باعث میشن که این آزادی ها محدود شوند و مردم راه یگانه را در ادامه مبارزه مسلحانه میبیند و حتی ما را متهم به آن میکنند که ما خود را وارد یک بنبست کردیم. از یک طرف از دموکراسی و مکانیزم های مصالحت آمیز مبارزه صحبت میکنیم، از طرف دیگر میبینیم که این دیکتاتورها هیچ مجال را برای تغییرات مصالحت آمیز در منطقه نمیدن. اما دست کم در افغانستان شرایط متفاوت از دیگر نمیشه. بله، من میخواستم با این نکته برسیم که در آسیای مرکزی وضعیت داریم، ولی این وضعیتی که در افغانستان هست کاملا فرق میکند. خدا را شکر در افغانستان ما یک دموکراسی را داریم، آزادی را داریم و هر کسی که میخواد در انتخابات شرکت کند براش شرایط هست و حتی حکومت افغانستان تلاش دارد که نیروهای مسلح را هم وارد پروسه انتخاباتی کند. باید دعوت خالصانه و برادرانه از این دوستانی که الان ما را میشنوند، ما را درک کنند. ما نه به خاطر مخالفت با کسی صحبت میکنیم، این فرصت رو استفاده کنند. اگر واقعا میخواهند که در آسیای مرکزی، در افغانستان یک اسلام معتدل باشد، مردم بتونن در یک شرایط آرام و آسوده ارزش‌های دینی خود را دنباله‌گیری کنند، بیا در این پروسه های صلح شرکت کنند، در انتخابات ها شرکت کنند، مخالفت خود را، حرف خود را در چارچوب قانون و شرایط موجوده به حکومت ها بگن. یک سوال دیگه هم آقای کبیری، زمانی که شما از این اسلام معتدل صحبت میکنین، آیا گاهی به این نتیجه رسیدین و شما را هم به این باور هستند زمانی که از این حرکت های تندروانه شما میبینین و بر رسیدن به هدف به وسیله خشونت میگن که دین ابزار شده در دست سیاست؟ موافق هستین؟ بله، متاسفانه دین یک ابزار است در دست سیاست و نه تنها از طرف اسلامگراها بلکه از طرف حکومت ها، دولت ها و نیروهای دیگر سیاسی هم. تنها اون وقت ما میتونیم دین را همچون از ابزار سیاسی بیاریم کنیم که به دین همچون دین و یک جهانبینی الهی مناسبت شود، جایگاه دین اعتراف شود، شناخته شود و دولت هم دخالت های نالازم را از دین به مسائل دینی نکرده باشد. چون هر چقدر که ما بالای دین فشار بیاریم، هر چقدر که دخالت بالای دین باشد، همون قدر دین تبدیل می شود به ابزار سیاسی در دست اسلامگراهای تندرو و در دست دیگر نیروهایی که میخوان از دین همچنین ابزار استفاده کنند. پرسش اخیر و میشه خیلی کوتاه جواب بدن.
با توجه به وضعیت موجود و نگرانی هایی که از خروج سربازان خارجی از افغانستان مطرح میشه، آیا واقعا فکر میکنید که باز هم میشه تصور کرد که تندروی اسلامی گسترش بیابه و یک بار دیگه حتی تهدید بکنه آسیای میانه را؟ من فکر نمیکنم که اون افسانه که گفتن که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان مشکل ها بیشتر میشد، مثل تندگرایی، مثل مواد مخدر و تروریسم. شک نیست که بعضیا میخوان از این فرصت استفاده برن، ولی اون فضایی که در افغانستان ما دریافتیم به خصوص امید مردم افغانستان و نیروهای سالم بیانگر آن است که مردم افغانستان میتونند خودشان مقابل این خطرات بایستند و در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی کل منطقه را امین نگه بدارند. ولی به یک شرط است که اگر واقعا ما خودمون دلیل به دست نیروهای تندرو نداده باشیم. سپاسگزارم. خدا نگهبان.